با این کد مخفی تمام دستاوردهای همستر رو کامل کن. سلام دوستان، چطورین؟ به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. من محمد هستم از کانال پولشو. داخل این ویدیو میخوام در مورد کد مخفی که دیروز خیلی وایرال شده و تمام دستاوردها رو میشه باش فعال کرد و تیکشون رو روشن گذاشت صحبت کنم. به صورت کامل و دقیق آموزش دقیقش داخل این ویدیو گذاشتم تا انتهای ویدیو با من همراه باشین که خیلی مفیده. اول از هر چیزی من یه توضیح راجع به قسمت دستاوردهای همستر بهتون بدم، بعد میریم واسه آموزش و کامل درباره‌اش تخصصی صحبت میکنیم، چون خیلی دوستان این ویدیو مهمه و اگه نبینید مطمئن باشین ضرر چندین میلیونی میکنید. خب همونجور که میدونین دوستان، خود بازی واسه پاداشدهی اولین گزینه‌ای که خیلی روش تاکید کرده پروفیت. تا جایی که میتونیم پروفیتتون رو ببریم بالا و قسمت مهمتر قسمت دستاوردهای بازیه که نسبت به تسکا و عوامل دیگه‌ای که الان جلوتر توضیح میدم هست. قسمت دستاوردهای بازی رو وقتی شما باز میکنین، قسمت اول نوشته آپگرید کارت که 200 کارت رو گفته. قسمت بعدیش به ترتیب تسکا و عوامل مختلفیه، نمیدونم زیر مجموعتون رو داره میگه، چند تا تعداد اسکین خریدین یا باز کردین آنلاک کردین و پروفیتتون رو داره میگه که نهایتا آخرین کارتی که درصد یا بیشترین درصدش رو میگیرین 3 میلیونه. تعداد سکه های شما رو نشون میده و عوامل دیگه که حالا داخل ویدیوهای قبلی کانال کامل میتونین راجعش توضیح بدین. تنها کارتی هم که ارزون ترینه داخل لگال کارت KYC که با 730 میلیون میتونین به لول 25 برسونیدش و اون اولین قدمش رو باز کنین، چون بقیه کارتاشو باید خیلی رده سکهاتون بالا باشه، یا داخل لیدربورد لورد باشین یا داخل قسمت کریتور یا همون پادشاه آخر باشین، مگرنه به راحتی نمیتونین تماما کارتا رو باز کنین. اما ویدیو حالا در مورد چیه؟ شما درباره تایمیلش من الان واسهتون کامل توضیح میدم. دوستان هندیا دارن یه دونه ربات دست به دست میکنن که الان من داخل تصویر گذاشتم و ایرانیا به خاطر ویو دارن تمام این ربات رو از دیشب من دیدم کانالای کوچیک دارن این ویدیو رو دست به دست میکنن و این ربات رو معرفی میکنن. دوستان این ربات رو هر جا که دیدین درجا ریپورت کنین. این ربات از این قراره وقتی شما دکمه استارت رو بزنید از شما شماره تلفن میخواد. شماره تلفن رو که بدین تلگرام واسه شما یه پیام میده، شما بعد میگه اینجا پیامو وارد کنین تا من براتون پروفیت بزنم و وقتی که شما کدو میذارین داخلش به شما یه دونه پیام میده که من واسهتون پروفیت ایجاد میکنم و تمام سرمایه‌تون رو همون لحظه به باد میدین دوستان. و این ربات هندی وارد اکانت شما میشه، جدا از همسترتون کلا اکانتتون رو میبره به باد. داگز تمام بازی‌ها اردراپاتون رو به باد میده، وارد کیف پول تونکیپرتون و بقیه کیف پولاتون میشه، به تمام کداتون دسترسی پیدا میکنه و کلا دستتون هم به هیچ جا بند نیست، چون نه ربات ایرانیه نه هر چیزی. دوستان داخل کامیونیتی یوتیوب هر جا که دیدین واسه من تگ کنید که من ریپورت کنم حتما، چون کانال یوتیوبم بالاه واسهتون ریپورت کنم اون پستو، اون کانال رو ببندیم و حتما به هم اطلاع بدین هر جا دربارش چه ایرانی چه خارجی واسهتون این پست رو ساختم به خاطر ویو، حتما به من اطلاع بدین که من این کار رو واسهتون انجام بدم. خیلی دوستان این ویدیو مهم بود و خوشحال میشم که حتما سابسکرایب کنید، دنبال کنید ویدیوها رو. کانال منو اگه دقت کنید من اصلا ویدیوهای کلیک بیت نمیذارم. حالا کلیک بیت دربارش داخل گوگل بزنید متوجه میشین که چیه، به خاطر ویو و حتی درآمدزایی این ویدیو رو هم خاموش کردم چون فقط جهت اطلاع رسانی بود، میخواستم اطلاع رسانی کنم، اصلا به خاطر درآمدش این کارو نکردم. درآمد این ویدیو خاموشه کاملا. و دوستان نکته دیگه ای که از خیلی وقت بود واسهتون قرعه کشی نذاشته بودم، از بین کسایی که این ویدیو رو لایک میکنن و کامنت میذارن تا 72 ساعت دیگه قرعه کشی به صورت آنلاین میذاریم و به برنده 5 تن یا همون تون کوین هدیه میدیم که میشه معادل تقریبا 35 دلار یا 2 میلیون و 100 به تومان. خوشحال میشم که ما رو در تمام صفحات مجازی هم دنبال کنید. آدرس تمام صفحات مجازی ما هم پولشوه که اون پایین دارید مشاهده میکنید. خیلی مخلصم. فعلا